جنگ پراکنده و وقفه‌ای در تنگه هرمز جریان دارد و طرف‌ها خود را پیروز می‌دانند. امریکا و ایران همزمان با درگیری از مذاکرات سخن می‌زنند و یکدیگر را به نابودی تهدید می‌کنند. سرنوشت روابط تهران و واشنگتن چه می‌شود؟ بینندگان یک در سراسر جهان سلام. به تحلیل یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم‌ها را به بحث واکاوی بیشتر می‌گیرم. مهمان من در این برنامه دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل از لندن هستند. آقای فاطمی بسیار ممنون که فرصت دادین. طرف‌ها جنگ‌های وقفه‌ای و پراکنده انجام میدن، همزمان یکدیگر را به نابودی تهدید میکنن و از مذاکرات هم صحبت میکنن. کدام سناریو محتمل است؟ جنگ خطرناکتر، نابودی یکی از طرف‌ها یا همچنان مذاکره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای شکومان و بیننده های سرویس خبری شما. علیکم السلام. نابودی علی ثابت شده که نابودی که اونا تصور میکردن ایران نابود کنن او ناممکن است. بله. ایران که میگفت که اسرائیل نابود میکرد، اگر ایران میخواست نابود میکرد به نظر ما اسرائیل آنقدر کشور بزرگ نبود، میتونستن اما نکردن. بله. ایران بر ما احساس میشه که ایران همی کاره که اگر میخواست که اسرائیل نابود کنه بهترین موقع بود برشان به عوض 1000 میزایل به 2000 که وعده کرده بودن باید روان میکردن، اینا موفق میشدن. چرا نکردن؟ اما خب عوامل شما نمیدانیم، باید ایرانی هایی را توضیح بدن که عامل از چی بوده که چیزی را که وعده دادن او را عمل نکردن. بله. اونا گفته بودن که ما در 2 روز اول 2000 میزایل میزنیم، اینا در طول 40 روز 1500 میزایل زدن. باید اگر در 2 روز اول 3 روز اول در 2000 6000 میزایل روان میکرد، امروز اسرائیلی که فتنه و فساد باعث جهان شده این موجود نمی بودی، زده میشد. اما این کار نکردن. خلاصه از این معلوم میشه که هیچ کدام طرف نمیتونه یک طرف دیگر نابود کنه و صحنه میدان برداره. چی اسرائیل امریکا ایران بخواه و چی ایران اسرائیل بخواه، هر دو در منطقه در جغرافیا موجود هستند. جنگ محتمل است، جنگ میشه اما پایان نداره و از امی بابت مجبور میشن بر سر میز مذاکره برگردن. بله. اما امی حملات بعد از صحبت که یک بار صحبت صورت میگیره و طرف مذاکره میرن و باز حمله صورت میگیره، در درون خود نظام ایران افراد هستن که اونا مخالف مذاکره هستن، با اونا این چانس داده میشه که اونا موقف خود سختگیر کنن و با بالای فشار بیارن سیاسیون که با مذاکره هرگز تن نتین، جنگ ادامه میتیم و تا که نهایتا به یک فیصله برسیم. از همین بابت است که ما شما دیدیم که یکی از رهبران به حساب که رهبران نظامی شمرده میشه به نام محسن رضایی که اونا گفتن که ما دوباره به طرف از عصبی بودن خود میریم، در این مورد دیگه بحثی نمی کنیم و چیز که است بالای تنگی هرمز هم کنترل خود قائمتر می سازیم. شما دیدین که از خاطر تنگی هرمز ایران یک اداره جور کرد به نام PGSA، یعنی Persian Gulf State Authority، یک اداره کننده برای خلیج فارس جور کردن. بله. و ای را به یک شکل اداری منظم دادن و در این اداره برای تمام کشتی ها یک سیستم رجیستریشن داخل کردن، فرمه های لازمی را دادن که هر کشتی که از تنگی هرمز میگذره این فرمه که در حدود 40-45 سوال داره و ذره معلومات هر کشتی را، نام اصلیش، نام دومیش، صاحب ظاهریش و صاحب عقیبیش. چرا اصلا کشتی ها را میبینن کشتی از کروسوی می باشه، بیرق کروسوی است، اصلا صاحبش اسرائیلی است. بنان به طور یک سیستم برای جور کردن که همو به حساب ریشه و اجداد و آبایش معلوم شد که کی به این منطقه می صاحب اصلی کی است، چقدر تیل میگیره، با کدام کشور میگیره، با کدام پول. یک سیستم منظم برش جور کردن. در عین حال یک مسئله حقوقی رو در اینجا مطرح کردن و ایست که تنگی هرمز ملکیت ایران است. بله. چرا که به حساب قوانین بین الدول تنگی هرمز ملکیت ایران میاد، این آبهای آزاد نیست. اگر در عقب آبها را اینا آبهای آزاد بدانند، اگر فرزند مساحی که چیز حساب میشه، امو فاصله که به حساب اندازه‌گیری بین المللی برای آب تعیین است، در به حساب اگه اینا میگن که وسط آب که است آب آزاد میشه، چرا که سرحدات ایران و سرحدات کشورهای عربی با هم چسب نمیخورن. اما در تنگه هرمز
اونجا صحنه از خود ایران است، او از آبای آزاد نیست. بنان در اونجا ایران میتونه قوانین خود نافذ کنه. و مثال بسیار بارز از این تنگه باسفورس هست. در عقب باسفورس اگر ببینین او آب آزاد است، اما در تنگه باسفورس که ترکا هستن او از ترک است. بنان ترک هر کشتی که از باسفورس مگذره پول میگیره، چرا که او میگه تنگه از ماست. این رقم ایران میتونه گفته که تنگه خو از ماست، یه خو سرزمین ماست. تو این مثال از این داره که با دوستای خود به شکل تو آمیانه تشریح کنم. مثلا یک باغ است و این باغ دروازهش سر خانه شماست. بله. در دست شماست که باغ دروازهش باز نگاه میکنین یا بسته. و اگر کسی میگذره شما میگین که باغ از من نیست، باغ از شماست، اما دروازهش سر خانه ماست. ما اگر بخوایم تو گذشته میتونی، اگر من نخوایم تو گذشته نمیتونی، و اگر میگذری بر ما پول میدی. امی تنگه هرمز و باسفورس اردوش امی مثال داره که اینا مربوط یک کشور هستن. ایران اینا میگه که چون این ملکیت ما است، بنان در ملکیت ما، تو که از ملکیت ما میگذری اجازه ما را باید بگیری. تو رای باقی، تو رای کاری تو سر ما است. از این بابت اینا این قوانین وضع کردن و این داره یک سیستم به حساب منظمی را جور میکنه. این چیزی است که امریکا و اسرائیل اینا را به حساب بتنگ میکنه. اینا میگن که نه اتر باید نباشه، ولو که سرزمین تو هم از اقدر وقتایی را حسابی نمیکردی عالم نکو. ایران میگه درست سابق نمیکردم عالم میکنم، بعد از این شما از اینجا گذشته نمیتونین. و دیگه ایست که تنگه تنها از ایران هم نیست، از عمان هم است. بنان عمان هم نظر ایران است در این ساحه که چرا یابا از اونام است و در این منافع به عمان هم میرسه. اگر کشتی $1,000,000 میگیرن یا $2,000,000 میگیرن، نصفش عمان میگیره. بنان در اینجا مینای سیستم وضع کردن و امروز او را گفتن که این دیگه مسحکمتر میسازن و کشتی را اجازه نمیدن که بیاین. و شما دیدین که امروز که کشتی های امریکایی به این طرف پیش قدمی کردن و حمله کردن، از طرف ایران ضربات سنگینی دیدن. حتی ایران ادعا کرد که کشتی را زدن غرق کردن، اما امریکایی ها سنکام پیامی را که سنکام به نشر رساند در او واضح نوشته است که نه، کشتی ما غرق نشده، اما عقب نشینی کرده و پس به عقب رفته. بنان جنگی که در اینجا است جنگ امو صلاحیت در منطقه است و هر دو طرف دارن میخوان که بیشتر به حساب یکی دیگر بالای دیگر حاکم بسازن یا دیگر زیر دست بسازن که تا بار امریکا به این چیز موفق نشده. حالا فکر میکنین آقای فاطمی با توجه به حاکمیت ایرانی ها و آلمانی ها در تنگه هرمز و این زور آزمایی پسین آمریکایی ها و حمله و نفتکش های ایرانی و تلاش برای عبور از تنگه هرمز، سرنوشت در تنگه هرمز در آخر خط کی تعیین میکنه؟ ایران تعیین میکنه. ایران تعیین کننده است. بله. مالکش است و دنیا را قبول کرده. چین قبول داره، روس قبول داره، اروپا قبول داره. یگانه کسی که قبول نداره او امریکا و اسرائیل است و اونا در اینجا هیچ کدام سهمی ندارن در این منطقه. نه مالکش هستن، نه حق دارن، نه لحاظ قوانین بین الدول حق دارن، نه لحاظ آبهای آزاد حق دارن. از این لحاظ اگه شما ببینین امریکا و اسرائیل اونا یک زورگوی هستن، به حساب دزدای قزاق هستن. امریکا و اسرائیل من حیث دزد به این منطقه آمدن، من حیث اشغالگر به این منطقه آمدن، من حیث غاصب به این منطقه آمدن و دندانهای غاصب باید شکستانده شود. قیمت دفاع از تنگه هرمز و آنچه شما حق ایران و مان میدانین چه میتونه باشه؟ قیمتش قیمت قربانی است که ایران داده میره. ایران مقابله کرده میره، ایران استقامت کرده میره. امروز که کشتیش زده به عقب رانده، این خودش یک زور است. امی دونالد ترامپ میگفت که ایران هیچ چیز نداره و تنگه هرمز با قد دقاب ماندگی است، برین بگیرن. امروز برش ثابت شد که دقاب ماندگی نیست، میزنن. طرفا خودشان پیروز در همین جنگ روز گذشته میدانند. ایرانی ها به تازگی چند لحظه قبل خواندم وزارت خارجه ایران اعلامیه صادر کرد، گفت که تجاوز دشمن با سلی محکم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شد. این طرف ترامپ میگوید که قایق‌هایی که حالا نقل قول مستقیم کنیم، گفت قایق‌های احمقی که به ناوشکن‌های آمریکایی حمله کردن نابود شدن و افرادش دیگه زنده نیستن. هر کس خودشان پیروز میدونن. این بلف‌های سیاسی که یا نظامی فکر میکنین به نفع کی میتونه بازی را تغییر بده؟ کارساز است؟
ببینن این خو یکی جزء از جنگ است. در جنگ تمام کار اسلحه نمیکنه. همین بلف یا تبلیغاتی که ما شما میگیم 70% جنگ به تبلیغات پیش میره. مردم خود چطور آرام کنه امریکا؟ به این بلف خود آرام میکنه. به اونا میگن که ما برنده هستیم، ما ایران به زانو در آوردیم و مردم امریکا رو به این رقم. مردم امریکا به این بفهمه که دونالد ترامپ دروغ میگه. بنان شما میدانید که با مردم امریکا دونالد ترامپ بالای کرسیش نمیگذارن که بشینه، به عمود دقیقا برطرفش میکنن. بنان تبلیغات به نفع برای منافع خودشان است. از این بابت میگن که ما ایران زدیم، ایران تمام است، ایران ختم است. ایران از خاطر مردم خود باید مسائل بگه که ما فرضاً چقدر زدیم. و دیگه ایست که ما شما دیروز هم سر عزیز بحث کردیم. امی واشنگتن پست دیروز که خبرای را که داد، راپور را که داد، او عملا تمام چیز نشان میده که امریکا بسیار ضربه دیده، امریکا خسارات سنگین را متحمل شده، اما برای مردم خود حقایق گفتن نمیتونه. از همین بابت شما دیدین که در مدت 2 هفته قبل امریکا یک به حساب یک حکمنامه را جاری کردن و او به امو ستلایت بود، گفت که ایمیجا و یا عکسای مناطق خلیج فارس نشر نکنن. چرا نشر نکنن؟ چرا به ضررشان است. اما واشنگتن پست کرد، این کار کرد، ایمیجا را نشر کرد، یک محل نشان میده، میگه این محل نامش نوشته میکنه، اسمش نوشته کرده. اگر دوستا تکلیف بکشن به گوگل برن و راپور واشنگتن پست سر خلیج فارس ببینن، در اونجا یکی معلوم است که امریکا چقدر خسارت دیده. با اونجا برشان واضح معلوم میشه که کی راست میگه کی دروغ میگه. معلوم است که اسرائیل پوشش میکنه خسارات خود، امریکا پوشش میکنه و بار بیشتر بالا ایران میندازن و با ایران نشان میدن که ایران فرضاً هم قوای بحریش ختم است، هم هوایی. اگر این رقمی که دونالد ترامپ میگه که ایران هر چی ختم است، چرا نمیتونه نامده؟ چرا تنگی هرمز گرفتن نمیتونه؟ پروژه آزادسازی تنگه هرمز به قول ترامپ به درخواست کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان متوقف شده. مذاکرات هم سازنده بوده. فکر میکنین مذاکرات یا اجرای عملیات؟ ببینید همیام دروغ سیاسی است که میگه که با اساس خواهش پاکستان اینا متوقف شد. با اساس خواهش از اونا متوقف نشده، با اساس رد کویت، عربستان سعودی، کره جنوبی، اروپا رأی متوقف شده. اونا رد کردن، گفت ما در جنگ در جنگ آزادی جعلی توش اشتراک نمیکنیم. عربستان سعودی برای گفت که ما از پایگاه بن سلطان در اختیارت نمیگذارم. حتی امروز ما میخواندم تا این حد شاه سلمان برش گفته، محمد بن سلمان برشان گفته که شما از ما استفاده کردین، به نفع اسرائیل استفاده کردین، ما زیر عتاب آمدیم، از ما دفاع نکردین. این بار باز به نفع اسرائیل دوباره ما را به جنگ تیله میکنین، باز ما ضربه میخوریم، شما دفاع نمیکنین. بنان ما از خاطر شما دوباره به این جنگ نمیریم، میدان هوایی ما در اختیارتان نیست، بره نظر جای دیگه که استفاده میکنین. از اونجا که دو وقت مشت آهنین به دهن خوردن، باز اینا آمدن اعلان کردن. اگر کنگی 24 ساعت نمیگذشت که پروژه آزادی را اعلان کرده بودن، چرا به عقب رفتن؟ نیست که اینا میگن که خواهش کرده، کسی خواهش نکرده، مشت آهنین در دهنشان زده. بسیار سپاسگزار دکتر سعید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل. ممنون حضورتان در تحلیل یک امشب. و بیننده های عزیز، به همین ترتیب رسیدیم به پایان این بخش تحلیل یک. از توجهتان سپاسگزار. وقت بخیر، خدا نگهدار.